سازمان Human Rights Watch که وضع حقوق بشر در کشورهای جهان را در گزارشی سالانه‌اش خلاصه کرده است میگوید با سبب ادامه سرکوب‌های آزادی بیان و مخالفان سیاسی سال گذشته وضع حقوق بشر در تاجیکستان بدتر شده است. محققان این سازمان گفتند در سال 2021 مقامات همانا حقوقشناسان مستقل، ژورنالیستان و اعضای عائله‌های فعالان سیاسی را که در خارج به سر میبرند هدف قرار دادند. ولی مقامداران تاجیک از جمله اداره امبودسمن ارزیابی‌های این سازمان را بی‌اساس نامیده انتقادهای حامیان حقوق را یک طرفه و با احساس خواندند. همکارم خیرمان بقازاده با این گزارش که روز پنجشنبه معرفی گردید شناس شده است. درود بر شما و آیا مهمترین خلاصه های این گزارش چی است؟ سال 2021 هم در تاجیکستان از نظر سازمان Human Rights Watch شهلا در مسئله احترام به حقوق انسان مشکلات زیاد مشاهده شده است که همان گونه که 5 سال اخیر دیده می شود. میگوید این سازمان در مجموع گزارش امساله Human Rights Watch به نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، اشغال افغانستان از جانب طالبان و به تاجیکستان رو آوردن هزارها پناهجویان و اینچنین نقش بارز جامعه مدنی تاجیکستان در مقابله با کووید 19 از نظر مراعات حقوق انسان توجه کرده است. ولی مهمترین خلاصه‌اش این است که در سال گذشته محدود شدن آزادی‌های سیاسی در این کشور ادامه کرد. از جمله مسدود کنی اینترنت سایت‌های خبررسان و منعقد حکومت، مشکلات شکنجه در بازداشتگاه و اذیت اعضای سازمان‌های مخالفان مثل حزب منشوده نهضت اسلامی همانا دوام داشته است، میگوید این سازمان. گزارش از جمله از پرونده دانیار نبیف 80 ساله یاد میکند که با اتهام کمک به سازمان اکستریمیستی نیم سال در زندان پشت سر کرد. سرنوشت عزت امان حامی حقوق مهاجران کاری تاجیک یکی دیگر از قضیه ها است. Human Rights Watch از انتقادهای عزت امان از حکومت تاجیکستان در شبکه ها و در مسکو ربوده و اجباراً به تاجیکستان برده شدن او یادآور می شود. عزت امان بعداً با اتهام قلابی به 9 سال زندان محکوم شد ولی حکم او را بسیاری ها دارای انگیزه های سیاسی می نامند. آیا موقع مقامات تاجیک با این گزارش معلوم است یا نه؟ همکاران ما در دوشنبه با چند ساختار حکومتی در تماس شدند و همه آنها به درستی خلاصه های محققان Human Rights Watch باور ندارند. مثلا مقامات در اداره امبودسمن تاجیکستان گزارش را به اساس و احساساتی نامیده کمیته دین ارزیابی ها را از وضع تاجیکستان نسبی و برداشت از مطبوعات نامیده است که به قولش نه همیشه بیانگری حقیقت است. ولی خودی سازمان Human Rights Watch میگوید در تاجیکستان حالت پیش آمده است که میزان نارضایتی ساکنان از محدود شوی اینترنت، بالاروی نرخ‌ها و هم فساد خیلی زیاد است و مقامات به نظر این سازمان باید این مشکلات را سریع وقت حل کنند تا که پیش راه بحران‌های احتمالی در آینده گرفته شود. تشکر خیرمان بقازاده درباره ارزیابی‌های وضع حقوق بشر در سال 2021 از نظر Human Rights Watch صحبت می‌کرد. ضمن بینندگان عزیز امروز در سایت رادیو آزادی گزارشی تحلیلی همکاران ما در این موضوع نشر می‌شود. آن را خوانده و لطفاً نظر خود را در زیرش بیان کنید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.